روانگردان نیست، توهمزام نیست. یعنی با اینا نمیتونین توهم بزنین. اوکی؟ اینا 2 تا مدل از خفن ترین قارچایی هستن که بالاخره من میخوام بهتون معرفیش بکنم. 100 ساله که اینا رو من گرفتم و هی پشت گوش انداختم. امروز دیگه این طلسمو شیکوندم و دوست داشتم که بیام بهتون معرفی کنم چون واقعا خفنن اینجوری که من حالا راجبشون تحقیق کردم و شنیدم. اولی اسمش یال شیره. تو عکسم بدونین تقریبا شبیه یال شیره. حالا اسمای خارجی روش نوشته شده دیگه، انگلیسی و ترکی. برین از معلمای زبانتون بپرسین براتون بخونن. این یکی ریشی یا ریشی، جفتشو میگیم توی زبان فارسی و جفتش درسته. 2 تا مدل قارچی هستن که هر کدوم کارایی خودشون دارن و حالا الان بهتون میخوام توضیح بدم کامل. اول میخوام با یال شیر شروع بکنم. یال شیر این ادعا رو داره که خیلی به عملکرد حافظه و مغز کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی این ادعا رو داره که میتونه سلول‌های مغز رو بازسازی بکنه و به رشد و محافظت سلول‌های عصبی هم کمک بکنه. بهترین زمان مصرفش صبحاست. به خاطر اینکه یه کوچولو بهتون انرژی میده و چون داره به عملکرد مغز کمک میکنه، بهتره که قبل از اینکه بخواید یه کاری رو انجام بدین، مثلا سر کار برین، درس بخونین یا فعالیتی داشته باشین، 1 شات از این رو دم بکنین و بخورین. نحوه مصرفش هم دقیقاً عین چای دم کردن. میریزین داخل آب داغ، آب جوش نه ها، آبی که داره قلقل میکنه نه ها، آبی که دیگه از قلقل افتاده و داغه. 5 دقیقه تا 10 دقیقه میذارین قشنگ دم میکشه و نوش جان میکنین. کسایی که مصرف کردن، من هنوز شروع نکردم، تازه میخوام شروع بکنم. کسانی که مصرف کردن میگن که یک طعمی مثل طعم خرچنگ یا غذاهای دریایی داره. پس این کمک میکنه به عملکرد مغز. سلول‌های مغز رو بازسازی میکنه، انرژی بهتون میده، سر حالتون میکنه و به حافظه که واقعا مهمترین چیزه برای من به نوبه خودم ادعا رو داره که کمک میکنه. دومی که اسمش ریشی یا ریشی هست، این قارچ در هزاران سال پیش تو طب سنتی چینی خیلی سر و صدا و غوغا به پا کرده بوده، در حدی که اشرافزاده ها و امپراتورها خیلی اینو قبولش داشتن و مصرفش میکردن. بهش میگن قارچ جاودانگی، به این میگن قارچ مغزی چون برای مغز کمک میکنه، به این میگن قارچ جاودانگی. این قارچ خیلی کمک میکنه به کنترل خشم، به اضطراب، به استرس و کمکتون میکنه برای خواب راحت. برای همین پیشنهاد میکنن، توصیه میکنن که حتما قبل از خواب و عصر به بعد از رو به بعد دیگه مصرفش بکنین، چون وقتی که تازه شروع میکنه مصرف کردن یه کوچولو حالت خواب‌آلودگی رو بهت میده و به کیفیت خوابت در واقع کمک میکنه دیگه. حرف بزن. به کیفیت خوابت کمک میکنه. پس بهتره که قبل خواب مصرفش بکنی. این رو هم اینه همون دقیقاً توی آب داغ 5 الی 10 دقیقه میذارین که دم میکشه، مثل چای نوش جان میکنین. دوزهای مصرفیش هم برای شروع باید از دوز کم شروع بکنین، بعد یواش یواش این دوز رو ببرین بالا. من میخوام حالا کم کم شروع بکنم مصرف کردنشو و بعد از نتیجهش براتون حتما میذارم که ببینیم چه نتیجه‌ای داشته، چون این ادعا رو میکنه که توی 1 هفته اول اون نتیجه رو مشخص میکنه. اما این یکی میگه که حداقل باید 4 تا 6 هفته من مصرف بکنین تا بهتون بگم که داستان از چه قراره. برای همین من اینا رو شروع میکنم زودتر که بعد ببینم تأثیری میذاره. اگه واقعا آدم آرومی شدم و راحت خوابیدم و حافظم قوی شد، بهتر شد، بهتون میگم. اینم که گویا طعمش مقدار طعم تلخی داره. خلاصه این دوتا خیلی سر و صدا کردن جدیدن و میبینم که خیلی خواهان دارن، برای همین دوست داشتم که منم گرفته بودم خیلی وقته، گفتم بیا مصرفش رو شروع کنیم. حالا همینجوری گرفتیم گذاشتیم یه گوشه، چون من عادت دارم وقتی یه چیزی رو تهیه میکنم فکر میکنم که دیگه اونو انجامش دادم و خیالم راحته، در حالی که نه. بعد نتیجه رو بهتون اعلام میکنم. پس تا برنامه بعدی با یک حافظه قوی و آرامش زیاد، خدا نگهدار.